زندگی واقعی امروز هیچ کدوم از کشورها رو بدون شک نمیتونیم با کشوری مثل کره شمالی مقایسه بکنیم. به نظر میرسه که بعد از سال 1945 که تونست کره شمالی بقای خودش رو حفظ بکنه، این رژیم سختگیر تونست به سختگیرترین رژیم توتالیتر جهان تبدیل بشه. رژیم توتالیتر چیه؟ رژیمی که به وابسته قدرت و به کارگیری قوانین و مباحث سختگیرانه رژیم خودش رو حفظ کنه. یکی از چیزایی که عجیبش میکنه اینه که کره شمالی که از اون کشورهایی که به شدت به دنبال وفاداری مطلق است و اگر این وفاداری رو نداشته باشید این میتونه به قیمت جون خودتون و خانواده‌تون تموم بشه. حالا به چه صورت؟ اتفاقی که میفته اینه که شما و خانواده‌تون رو یا خودتون به تنهایی رو به اردوگاه‌های کار اجباری میفرستن. اردوگاه کار اجباری کره شمالی هم تمومی نداره. انقدر زیادن که حتی میتونیم بگیم اندازه بخشای شهرنشینیشونه. انقدر هم زیاد هستن که شما رو بتونن به صورت مادام العمر اونجا نگه دارن. اردوگاه کار اجباری انقدر شرط سختی رو براتون فراهم میکنن که احتمالاً از گرسنگی یا فشار درد و شکنجه‌ای که بهتون وارد میشه ممکنه خیلی زودتر از موعود مرگتون اونجا کشته بشی. این به همینجا ختم نمیشه. تو اردوگاه کار اجباری به شرایط سختی دچار میشید. آزمایشگاه‌های پزشکی زیادی اونجا وجود داره که روی افراد مختلف شروع میکنن آزمایش‌های مختلف انجام دادن، یا با شکنجه‌های مداوم، یا اصلا در ساده ترین حالت ممکنش به خاطر تصمیم ساده یک نگهبان شما کشته بشید و این اعدام هیچ مسئله‌ای براشون نداره، بلکه ممکنه حتی تشویقشون هم بکنن. تو کره شمالی چیزی به اسم دادرسی یا حقوق بشر کاملا مشخص و دقیق وجود نداره. صدها هزار نفر تو این کشورن که دارن الان تو اردوگاه زندگی میکنن و هر روز از روزهای اونا جهنم واقعی. این جملاتی که تا همین الان من گفتم هیچ کدومشون این نیستش که ما بگیم اینا گذشته تاریخ و همچین چیزی بوده. نه، همه اینا همین الان، همین امروز و همین دقیقه‌ای که شما دارید این پادکست رو گوش میدید داره اتفاق میفته. مسلماً اگر با این توصیفاتی که کردم توی همچین کشوری بودید تصمیم میگرفتید که بخواید از این کشور فرار بکنید. کره شمالی کشور کمونیسته که به شدت شرط متفاوتی رو داره. توی کره شمالی اصولا چیزی به اسم پول خیلی رایج عجیب و غریب نیست. همه مغازه‌ها و کسب و کارها و مباحث مختلفه دست دولته و یه دیدگاه خیلی جالبی هم که دارن اینه که من قبلا اینجا شنیده بودم که توی کره شمالی انقدری دنبال اینن که مردم همش دنبال کار کردن باشن، لحظه‌ای بیکار نمونن که حتی مثلا ماشینای چمنزنی هم استفاده نمی‌کنن. میگفتش که یکی از افرادی که رفته بود کره شمالی تعریف می‌کرد که اونجا خانمایی هستن که مثلا دارن چمنای بلوار رو با قیچی میزنن، با قیچی بزرگ. اینکه توی قرن 21 و در سال 2024 یا حتی اصلا 2020 شما با قیچی چمنهای یه بلوار رو بزنید، این خودش مشخص کننده عجیب و غریبه. یاد همون یه موضوع خیلی باحالی افتادم که یه جورایی توهین به کمونیست میشه که میگفتش یه روزی مستشاری میره چین و اونجا ازش میپرسن که اینا دارن چیکار میکنن. یعنی اون مستشاری میپرسه که این کارگره که دارن اینجا کار میکنن دارن چیکار میکنن. گفتش که اینا دارن بیل میزنن اینجا رو. و گفت خب چرا از ابزار مکانیکی استفاده نمیکنید؟ و اونا برمیگره بهش میگه که به خاطر اینکه ما به اشتغال زایی خیلی اهمیت میدیم و برامون خیلی حائز اهمیت. گفت خب چرا بهشون بیل دادید؟ الان اینجا 10 نفر رو الکی به کار مشغول کردید، بهشون قاشق بدید، اون وقت 100 نفر مشغول کار میشن. اینجوری یه تیکه خیلی بزرگ بود بحث کمونیست و این درگیر کردن ملت و اون فضای کارگریش. خلاصه از داستان دور نشیم، وقتی که شما تو کره شمالی به دنیا اومدی قطعاً این تفکر که دوست داشته باشید درونن فرار کنی زیاده، اما چالش‌های فوق‌العاده سختی که تو این موضوع قرار روبروی شما قرار بگیره یه مقداری ذهنتون رو قلقلک میده که آیا این قمار بزرگ رو انجام بدم یا به اینکه به همین زندگی صرفاً زنده بودن نه زندگی کردن ادامه بدم. خلاصه یه سری از افرادم بودن که تصمیم گرفتن که این کشور رو ترک کنن، ولی خب اینقدرم این جریان ساده نیست. کره شمالی خیلی علاقه نداره که شهرونداش این کشور رو ترک کنن. حالا یکی از ساده ترین مسائلی که تو این موضوع وجود داره اینه که شما تصمیم فرار رو که بگیرید، حتی اگر تصمیمش رو داشته باشید، مامورین دولت یا شما رو اگر بتونن بگیرن، اگر شما رو نگیرن و شما از این کشور فرار کنید، تمام افراد خاندانتون، پدر، مادر، برادر، خواهر، پدر بزرگ و حتی مادر بزرگ و همه اینها رو یا زندانی میکنن یا اعدام میکنن. خلاصه بگذاریم بریم سراغ بحث فرار کردنشون. چند تا راه وجود داره. اصلی ترین گزینه‌اش که مرز زمینی داره باش کره جنوبیه.
که کره جنوبی تو اول میگه که خب ای والله کره جنوبی دیگه خیلی ساده است، فاصله هم نداره بود. اما کره جنوبی رسما مرزش قتلگاهه برای کسایی که میخوان فرار بکنن. البته کره جنوبی یک کشوری که دقیقاً روبروی کره شمالیه و با یه لیبرالیسم آزاد و دموکراسی غنی داره به جهان و کشور خودش نگاه میکنه و تقریبا نه تنها خودش بلکه کره شمالی رو هم جزو شهرونده خودش میدونه به طور کلی. و اگر شما خودتون رو برسونید به اونجا میتونه به راحتی شما رو به عنوان شهروند خودشون قبول میکنه. ولی خب خیلی کار ساده ای نیست. جلوتر متوجه این جریان میشیم. شما تصور کنید که رسیدید بعد از مدت‌ها حرکت کردن به مرز کره شمالی و کره جنوبی. اونجا با دیوارهای بلند سیم خاردار و میلیون‌ها مین که روی زمین کاشته شدن و سربازای آماده به خدمتی که همشون منتظر اینن که فقط به شما شلیک کنن، اونم به خاطر دستور سریع شلیکه و قطعاً کار دشواری خواهد. شما چه فرد احمقی باشین یا فرد خیلی شجاعی باشین، اگر بخواید تو اینجا فرار کنید سریع ترین راه ممکنه باشه، اما خطرناک ترین راه و کشنده ترین راهیه که شما انتخابش بکنید. البته تو سال 2017 یه فردی تونست این کارو انجام بده که خیلی هم حرکتش کار عجیب و غریبی بود. این آدم با ماشین شروع میکنه رفتن به سمت مرز و از مرز که حرکت میکنه زیر گلوله‌های مسلسل همینجوری رد میشه و این خیلی خوششانسی خودش. بعد از اون از پشت دیوار سقوط میکنه و قبل از اینکه نجاتش بدن 5 تا گلوله میخوره. طی اون تلاشی که برای نجات دادن این فرد اتفاق میفته برای کره جنوبی ها تقریبا نیمی از خون بدنش رو از دست داده، ولی خب انقدری خوششانس بوده که زنده بمونه و نجات پیدا کنه. البته شاید الان تو این دیدگاه براتون خیلی گزینه خطرناک و عجیب و غریبی باشه، ولی خب تقریبا بهتر از بخش شرقی و غربی کره شمالی هستش، به خاطر اینکه وقتی شما تصمیم بگیری که از سمت شرق یا غرب یا شمال کره بخوای فرار بکنی، قطعا شما نیاز به یه وسیله دریایی داری که بتونی باهاش حرکت کنی، بخاطر اینکه مرز اصلا مرز زمینی دیگه با جای دیگه وجود نداره. اصولا مردم کره شمالی مردم فقیر و بیپولی هستن و نهایت کارشون اینه که یا قایق میسازن یا یه قایق خیلی ضعیف دست پایین رو میتونن درست بکنن که خیلی هم کار راحتی باز نیست، چه حالا درست کردنش چه استفاده کردن ازش. باز ولی یه سری استثناءات همیشه وجود داره توی تاریخ کره شمالی و اونم اینه که تو سال 2016 یه مردی به اسم چولیون لی، یکی از اعضای عالی رتبه وزارت امنیت دولتی کره شمالی، تصمیم گرفت که فرار بکنه. این فرار تنهایی موثر نمیشد و یکی از دوستاش هم تصمیم گرفتش که دوتایی با هم دیگه این کارو بکنن. اونا خب این برنامه پلن کشتی و قایق و اینا رو کلا گذاشتن کنار و گفتن که بیت با یه کار سبکی انجام بدیم. اینا اومدن یه لاستیک موتورسیکلت رو برداشتن با یه پمپ باد، یه مقدارم غذا برداشتن که بتونن توی راه زنده بمونن. خلاص زمانی که هوا تاریک بود پریدن تو و دیوونه‌وار شروع کردن به شنا کردن. ولی خب یکم بعدش این پمپ باد لعنتی کار نمیکنه و اونا مجبور میشن که اون تایرا رو ول کنن. طور مداوم 4 ساعت توی تاریکی شنا کردن و بعد از شنا کردنشون میرسن به قایق ناشناس. حالا شما مرز بین فرشته و شیطان رو میبینی، نمیدونی اینا پلیسای گارد ساحلی کره شمالی هن یا قایقی هن که میتونه به شما کمک بکنه. خلاصه اینا اینا میترسن و این ریسکو نمیکنن. اینا همه زحمت کشیدن، 4 ساعت شنا کردن. اینا خلاصه میرسن به یه جزیره خیلی کوچیک و صداش هم اصلا در نمیارن، منتظر مونن که این قایق حرکت کنه و بره. تو این ماهای سرد پاییزی توی کره اینا با لباسای بسیار کمی که داشتن و همونا هم خیس شده بود، تونستن با زبالهایی که پیدا کرده بودن بیان یه عایقی رو درست بکنن و کمی بتونن اونجا استراحت بکنن و زمانی که خورشید آفتابی میشه چند تا پالت چوبی پیدا میکنن و باهاش میان یه دونه قایق موقت آتشخاله‌ای که دور و برشون بود درست میکنن و دریا هم باشون خوب تا میکنه و اون جزر و مد شناوری که داشته رو همین منوال خوشبختانه متوجه نشدن که تا اینجای کار قبلا مرز کره جنوبی رو به خوبی پشت سر گذاشتن و کشتی‌های کره جنوبی به سرعت اونا رو شناسایی میکنه و اونا رو نجات میده. ولی خب اکثر مردم اینطوری نبودن دیگه، یا اینکه توی شنا کشته شدن. این خیلی کار راحتی نیستش که شما 4 ساعت شنا بکنید، یا توسط گاردشون کشته شدن، یا توسط غرق شدن و مسائل مختلف دیگه و مریضی و توی طی سفر خلاصه کشته شدن. بعد از تایمی متوجه میشن که حالا بجز کره جنوبی کشور دیگه‌ای هم هستن که نزدیک کره شمالی ان و شما میتونید به اونجا فرار بکنید، اما خب باید بتونید بسوزید باشون دیگه، چون هیچ کدومشون گزینه خیلی خوبی هم نیستن. اگر
میگن اینکه خیلی خوش شانس باشید میتونید خودتون رو برسونید به کره جنوبی و شرط اوکی داشته باشید. چند تا راه وجود داره. یکیش اینه که از دریای ژاپن بخواید عبور کنید که اغلب خطرناکترین حالته، به خاطر اینکه مستعد طوفان و تو بهترین حالت چیزی بهتر از یه قایق کوچیک ندارید. چون در نتیجه کلا 3 تا مورد موفقیت آمیز وجود داره که از کره شمالی تونستن فرار بکنن و مستقیما به ژاپن برن. ولی خب احتمالاً بهتره اینکه به جای اینکه به شما نگاه کنید به مرز قابل توجه و کمتر دفاعی یا گشتزنی که وجود دارن بخواید نگاه کنید. از سمت جنوبیشون میرسن به مرز روسیه که تنها 17 کیلومتر تو امتداد رودخونه که هر دو طرفش هم گشتزنی میشه شما راهی دارید که فرار بکنید. دولت روسیه اینه که پناهجویان کره شمالی باید فوراً به کره شمالی اخراج بشن و به عنوان یک کره شمالی قطعاً اینجا به طور فرضی برجسته میشید و خیلی تابلو قیافتون که چه جوری جریانه. ولی باز اگر خوش شانس باشید شما میتونید خودتون رو به سفارتخونه کره جنوبی توی وستوک برسونید و اونجا آزادی خودتون رو باز میتونید تضمین کنید. البته اگر پلیس روسیه شما رو تشخیص نده که این تقریبا غیر ممکنه و در نتیجه فرار به چین میتونه گزینه محبوبتر و کم خطرتر براتون باشه. مرزی که حدوداً 1300 کیلومتر طول داره. رودخونه یالو که میرسونه شما رو به چین. کلاً یک فصل وجود داره برای ماه فرار شما، اونم تابستون که عمق رودخونه اومده پایین، حدش کمتر شده. اصولاً زمستون همش یخ زده است و این امکانو بهتون نمیده که بتونید خیلی ساده برسید به چین. ورود به چین نسبتاً آسونه ولی نمیتونه چین خونه ابدی و جدید شما باشه. چین امن نیست، به خاطر اینکه مثل دولت روسیه چین هم یه همچین قانونی داره که فراری کره شمالی رو مستقیما به کره شمالی برگردونه، جایی که تقریبا مطمئنا با یه پایان وحشتناکی قرار روبرو بشین. از طرف دیگه ای هم که استان مرزی چین توی اینجا مثل یانبیان اقلیت قومی کره‌ای دارن و خب یه جوری شهروند چینی طبیعی ان. به خاطر همین شما میتونید برای مدت خیلی کوتاهی و اونجا پنهان بشین و از شناسایی مقامات چینی یه مقداری جلوگیری میشه براتون. و بله شما میتونید اونجا اقامت بگیرید ولی اگر دلار کانادا رو داشته باشید که به عنوان کارگزار خارجی بهتون کمک بکنه. ولی خب این یه سرعت عجیب و غریبه، به خاطر اینکه شما توی کره شمالی در سال $1,300 نهایت میتونید در بیارید. یعنی بیش از 10 سال درآمدت رو باید جمع بکنی که این کار رو انجام بدی، که اصولاً گزینه بهتری نیست و گزینه خیلی جالبی هم به نظر نمیرسه. خلاصه نزدیکترین کنسولگری که توی چین برای شما وجود داره سمت شهر شنیانگه که خلاصه در بهترین حالت ممکنه شما باید با تلاش سخت و پیگیرانتون خودتون رو بیایید برسونید به اون کنسولگری. اگر برسید به کنسولگری و وارد کنسولگری بشید، اونجا کنسولگری کره است و مال کره است، جزو مرز کره حساب میشه. هیچ کاری به شما ندارن، اما دم درش دیگه برای کره نیست. اونجا پلیسایی رو قرار دادن که اگر شما رو متوجه بشن که کره شمالی هستید و تابلو دیگه اصولا کسی که از یه فرار خیلی سخت اومده کاملا ظاهرش مشخصه، یعنی که تابلو میشه اصولا بخوان این کار رو انجام بدن. اگر بتونید از بین این گارد در برید جوی دستشون و وارد سفارتخونه کره بشید، خیلی راحت با ریلکس ترین حالت ممکنه دیگه شما شهروند کره حساب میشید و به راحتی شما رو به کره جنوبی میبرن. اما این کارم باز چالش‌های زیادی داره، چون بعد از درگیری هایی که اتفاق افتاد و افراد زیادی تونستن از این طریق این کنسولگری فرار کنن و به کره جنوبی برن، پلیس چین مجبور شد به خاطر تعهداتی که به کره شمالی داره این کارم جلوش رو بگیره و بیخیال این موضوع هم بشه. خلاصه داستان پس اینم یه گزینه دیگه ما بود که این اتفاق افتاد. گزینه‌های دیگه هم وجود دارن که گزینه‌های دیگه واقعا گزینه‌های دست نیافتنی ان یا اینکه به شدت دیگه سختن. گزینه مثل مغولستان، نمیدونم تایلند، پاکستان، هند، اینا هم گزینه‌ای هستن که وجود دارن ولی خیلی دست نیافتنی ان. مثلا مغولستان که از اون کشورهاییه که اونم دوباره جریانات خودشو داره، ولی خب انقدری این شرایطا دونه دونه افرادی تونستن فرار کنن و کره شمالی اومده جلوی اینا رو گرفته که تقریبا اینا دست نیافتنی تر شدن تا نسبت به اینکه گزینه‌ای که قبل‌تر براتون گفتم. به خاطر همین خیلی وضعیت رو متفاوت میکنه و داستان‌های زیادی هم یه سری افرادی که تونستن فرار کنن سری داستان‌هایی رو از خودشون هم به جا گذاشتن. دوباره به اضافه این کشورایی که بهتون گفتم، کشورهای خیلی کوچیک و ضعیف‌تری هم هستن، مثلا لاوس و
میانمار و این کشورها. ولی خب میگم اینا همشون راهایی ان که واقعا شما باید زندگیتون رو معامله کرده باشید و احتمال موفقیتتون خیلی کمتر از موفق نشدنتون. خلاصه داستان افرادی هم بودن که تونستن از این موقعیت فرار بکنن و یکیشون هم کتاب نوشت که اگر بخواید توی توضیحات براتون قرار میدم که اگر دوست داشتید برید این فرد رو جستجو بکنید. و حالا پادکست‌هایی هم در موردش هست. یکی از اون پادکست‌هایی که بهش اشاره میکنه پادکست راوکست هستش و به نظر من خیلی وضعیت سختیه و امیدوارم که بهترین اتفاقاتی که میتونه پیش بیاد برای مردم کره شمالی پیش بیاد و به حداقل زندگی و رفاهی که میتونن برسن. خیلی ممنون که این اپیزود رو گوش کردین. اگر از این اپیزود خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارید. خیلی ممنون که هستید. تا دیدار دیگر.